حالا سامپل رو به خاطر یه سری از دلایل جمع کردم که البته بذار بگم دیگه، ولش کن. توی مملکت شما هر کاری میخوای انجام بدی یه سیخی بهت میزنن دیگه. منم که توی سامپل و پیجی که داشتم خیلی تو چشم بودم و ارگان‌های دولتی هر روز بالا سرم بودن. یعنی هر روز کالای قاچاق، اماکن، تعزیرات، مرگ، کوف، درد، همه اینا میومدن از ما رشوه می‌خواستن. یه روز این میومد میگفت $2000 باید بدید تا ما بذاریم کار کنیم. یه روز اون میومد میگفت $1000 بده تا بذارم کار کنم. یعنی ما هر روز باید کار می‌کردیم، میدادیم دو دستی تقدیم اینا می‌کردیم. چرا جریمه شدی؟ ما بیش رفتیم. چرا رفتیم؟ 400 کیلو از کجا میرفتیم؟ توبه پاکستان. پیش از پاکستان. یا زابوزایلان؟ نه در کل چقدر بزنید؟ کل یه وزنی که شما بگو؟ حدوداً حدود بزن 150 چند خیلی تو نگاه این که ما خودمون دستگاه نظر انتخابی جمعیدیم به خود استفاده میدیم مدیریتش هم دست خود شما از همه شکل بسیار انجام میدیم شما این که نمیدیم کجا بید خداحافظ آقا شما گرم سلام هیچ اشتباهی وجود ندارد. هر اشتباه یک تجربه بزرگ است که به شما کمک می‌کند کمتر اشتباه کنید و هر چه کمتر اشتباه کنید شما با تجربه تر خواهید شد و با تجربه ها کمتر اشتباه می‌کنید. این جمله رو باید 100 بار بخونیم تا بفهمیم معنیش چیه. خیلی مخلصم بچه‌ها، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. خواستم یه سلامی عرض کنم، خیلی وقت جلوی دوربین نیومدم، توی اینستا پست استوری نذاشتم. خیلیاتون پیام داده بودید، به من لطف داشتید. دلتون تنگ میشد توی این هاگیر واگیری که مردم الان شرایطشون انقدر بغرنج، انقدر فشار روشونه که شاید خودشون هم تو آینه نگاه نکنن، ولی یه سری از عزیزان به یاد من بودن، توی دایرکت پیام دادن. این خیلی برای من ارزشمنده. به خاطر همین تصمیم گرفتم بعد از 8-9 ماه بیام استوری بذارم و یه سلامی عرض کنم و بگم که به پایان رسیدیم دفتر، حکایت همچنان باقی است. بعد از سامپل ام اسپاگتی رو زدیم، ام اسپاگتی هم که دیگه تمام در دیوارش خاک گرفته. اینجا بگید بره خاک شده. 3-4 ماه اینجا تعطیله به خاطر این سقفی که اینجا خورده. یه ایراد قانونی داشته که شهرداری به ما گیر داده. ما از برج 2 که اومدیم اینجا تا برج 5 بنایی کردیم. 2-3 ماه توی بنایی بودیم، کلی هزینه کردیم. اگه یادتون باشه من بی ام و داشتم دیگه. بی ام رو دادم اینجا رو از نفر قبلی تحویل گرفتم. اصل داستان اینه، خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم. خیلی میپرسن چی شد، چرا ام اسپاگتی تعطیل شد، چرا کار نکردی. داستان اینه، بی ام رو دادم اینجا رو تحویل گرفتم و تقریبا هم قیمت خود باز بی ام اینجا هزینه کردم. در دکورش و تمام این چیزایی که می‌بینید رو خودم دوباره هزینه کردم. و بعد از اینکه بنایی تموم شد ما کلا 3-4 ماه کار کردیم و ناگهان شهرداری اومد بهمون اخطار داد و بعدش هم پلم کرد و متوجه شدیم که این سازه‌ای که اینجا نفر قبلی ساخته مشکل داشته از لحاظ قانونی و تو پاچه ما رفته. کارش هم نمیشه کرد. عین میمونه که شما یه ماشینی رو می‌خرید بعد می‌برید تعویض پلاک می‌بینید مثلا شماره شاسیش یا شماره موتورش فرق می‌کنه. دیگه کاری هم از دستتون بر نمیاد و شما متضرر شدید. اما هیچ اتفاقی نیست. من از زمانی که توی یه شرایط خوب بودم، ماشین داشتم، خونه، کسب و کار، درآمد، همه چی داشتم، همین حرفو میزدم. الانم که توی این شرایطم همین حرفو میزنم. باورهای من تغییر نکرده. الانم با همین باورها زندم.
و واقعا همینه، هیچ اتفاقی نیست. کسایی که منو میشناسن میدونن که اون زمانی که ورشکسته شدم توی کار لباس سال 95، اگر اون ورشکستگی اون زمان اتفاق نمیافتاد من اتفاقات خیلی بدتری برام رخ میداد. بعد از چندین سال متوجه شدم که اون ورشکستگی چقدر به نفع من بوده و انگار خدا با اون صحبت کرد. واقعا همینه، کجا ما آدما به مشکل میخوریم و توی اون لوپ اشتباهاتمون گیر میکنیم؟ اون جایی که یه کاری رو میخوایم انجام بدیم، هر چی زور میزنیم نمیشه و فکر میکنیم این نشدنه از طرف خدا، یعنی اینکه میخوام داغونت کنم، میخوام بدبختت کنم. نه، این نشدنه صلاح نیست. حالا اینکه چرا صلاح نیستش دیگه به من و تو ربطی نداره. من الان اینجا نزدیک 3-4 میلیارد ضرر دیدم، 2-3 میلیارد توی بازار بدهی دارم و واقعا نمیدونم که چه کاری باید انجام بدم، چه اتفاقی قرار بیفته که همه این شرایط درست بشه. اما من یک بار معجزه رو به چشمم دیدم. یک بار 27 تا شاکی داشتم از 9 تا استان مختلف و فقط 20 روز وقت داشتم بیفتم زندان و خدا جوری همه چیز رو برام چید که هنوز فراموش نمی‌کنم. دیگه این سخت‌تر از اون نیست. درسته فشارش خیلی زیاده، نسبت به اون موقع فشارش بیشتره، ولی سخت‌تر از اون نیست. اینم بالاخره حل میشه و ایمان دارم که هیچ اتفاقی نیست. خیلی سوال پرسیده بودن آقا چی شد اصلا، چرا لباس فروشی رو جمع کردی، رستوران زدی، یهویی رستوران رو چرا جمع کردی؟ بچه‌ها خیلی اتفاقات مختلفی رخ داد این میون. حالا سامپل رو به خاطر یه سری از دلایل جمع کردم که البته بذار بگم دیگه، ولش کن. توی مملکت شما هر کاری می‌خوای انجام بدی یه سیخی بهت میزنن دیگه. منم که توی سامپل و پیجی که داشتم خیلی تو چشم بودم و ارگان‌های دولتی هر روز بالا سرم بودن. یعنی هر روز کالای قاچاق، اماکن، تعزیرات، مرگ، کوف، درد، همه اینا میومدن از ما رشوه می‌خواستن. یه روز این میومد میگفت $2000 بعد بدید تا ما بذاریم کار کنیم. یه روز اون میومد میگفت $1000 بده تا بذارم کار کنیم. یعنی ما هر روز باید کار می‌کردیم، میدادیم دو دستی تقدیم اینا می‌کردیم. به خاطر همین تصمیم گرفتم که اونجا رو جمع کنم، چون همزمان شده بود با اینکه اجاره مکانی که توی پیروزی داشتم رسیده بود، یعنی باید قولنامه رو تمدید می‌کردم. مالک اجاره رو خیلی برد بالا و من تصمیم گرفتم دیگه جمعش کنم. گفتم ولش و گفتم برام یه کار قانونی رو شروع کنم. حالا اینکه میگم قانونی، ما لباس می‌فروختیم، کار غیر قانونی انجام نمیدادیم، اما توی این مملکت متأسفانه همه چیز غیر قانونیه جز کاری که خودشون فقط بگن. منم که اصلا آبم توی جوب نمیره با اونا. میدونید دیگه، من از گذشته کلا با اینا درگیر بودم و هیچ وقت با اینا آبم توی جیب نمیرفت و هم مسیر نمیشدم، از زمان مهسا امینی بگیر تا همین الانش. خلاصه تصمیم گرفتم این رستوران رو بزنم و رستورانم که داستانش اینجوری شد دیگه. هرچی پسنداز و دلار و طلا و سکه و هرچی داشتم اومدم اینجا هزینه کردم به امید اینکه بتونیم یه کار مثلا قانونی از نظر اینا رو انجام بدیم و به نتیجه برسیم، اما نشد. و این نشدنه دال بر این نیست که بدبخت شدم بیچاره شدم، نه، پولمو از دست دادم. آقا یه ماشین 4 میلیاردی، پول یه ماشینه دیگه. یه ماشین 4 میلیاردی داشتم، تو جاده چپ کردم، خودم سالم موندم، ماشینم از بین رفت. من اینجوری بهش فکر میکنم، چون غیر از این بخوام فکر کنم افسرده میشم، دیوونه میشم، روانی میشم، میافتم گوشه خونه، هیچ کاری هم نمیتونم انجام بدم. من از قدیم ذهنیتم همین بوده، همیشه اتفاقات رو به فال نیک میگرفتم، چون من که نمیخواستم این اتفاق بیفته. یعنی من موقعی که اومدم این رستوران رو گرفتم اینجوری نبود که مثلا طرف بگه آقا این رستوران مشکل داره، این سقفش اینجوریه فلانه، بگم اشکال نداره بنویس مثلا. نه دیگه، هیچ آدمی دوست نداره ضرر کنه، ولی اگر یه کاری رو انجام میدی و تهش میبینی به ضرر خوردی و اون نتیجه که دلت می‌خواست حاصل نشد، نگران نباش، صلاحت نبوده. حالا این رستوران هم الان درش بسته است، تقریبا 4 ماهه که ما پلومیم. 200 میلیون تومان ماهی اینجا هزینه داره، فقط پول شاگرد و آب و برق و گاز و اجاره و فلان. تو این 3-4 ماهی که تعطیل بودیم خیلی ضرر کردیم و دیگه امکانی که بتونیم اینجا رو راه اندازی کنیم و کار بکنیم وجود نداره. گذاشتیم اینجا رو واسه واگذاری، پیگیر این هستیم که بتونیم این سقف اینجا رو درست بکنیم، با شهرداری حالا به توافقی برسیم و بتونیم اینجا رو واگذار بکنیم و بخشی از بدهی‌ها و اتفاقایی که برام افتاده رو جبران بکنم. اما میگم ناراحت نیستم. بعضی موقع با خودم فکر می‌کنم، میگم مهدی چی شد، چرا این اتفاق افتاد؟ میگم آقا به تو چه؟ مگه 7-8 سال پیش وقتی که ورشکسته شدی توی اوج چالشایی که داشتی 20 روز وقت داشتی بیفتی زندان، مگه اون زمان رو نکردی با آسمون گفتی خدایا الان من بعد ورشکست می‌شدم؟ آره الان، چون هیچ دلیل دیگه ای اون زمان باعث نمی‌شد که من از اون شغلی که داشتم بیام بیرون. یه لحظه خودتون رو بذارید جای من، این چیزی که میگم رو دقیق گوش کنید، بعد اون موقع به عمق حرفای من میرسید، اون موقع به عمق باورهای من پی میبرید. اون زمان لباس فروشی داشتم، با یه نفر شریک بودم، یه درآمد بخور و نمیری هم در میاد از کنارش. 2 سال زحمت کشیدم، همزمان با اینکه حکم دادگاه اومد 3 روز بعدش ورشکسته شدم. رو کردم با آسمون، اون موقع خب زیاد آگاه نبودم و باورهای الانمو نداشتم. رو کردم با آسمون گفتم خدایا این دیگه چه بلایی بود سر من اومد. من 2 سال دارم کار میکنم، هیچ اتفاقی نیفتاده. دقیقاً الان که حکم دادگاه اومد باید ورشکسته میشدم. ولی بعد از چند سال فهمیدم که اگر ورشکسته نمیشدم باید میرفتم پشت میلای زندان. چرا؟ چون هیچ دلیلی توی اون تایم باعث نمیشد که من کارمو ول کنم بیام بیرون و تمام بخت و اقبال من برای موفقیت توی اون زمینه که
باعث بشه نرم زندان توی این موضوع بود که از اونجا بیام بیرون، یعنی از اون شغل بیام بیرون. اما هیچ دلیلی باعث نمیشد که من از اون شغل بیام بیرون. بعد از اینکه از اونجا ورشکست شدم اومدم بیرون، اتفاقات دیگه رخ داد و من تونستم شاکیامو رضایت بگیرم و نرم زندان. حالا شما حسابشو بکن، خدا چجوری می‌خواست به من بفهمونه؟ مثلا جبرائیل از بالا بعد می آورد پایین، میومد میزد سرش، من میگفت مهدی جان ببین پسرم، شما زندان داری، تا 20 روز دیگه باید بری زندان و کلی هم پول باید بدی به شاکیا. اینجا به درد تو نمیخوره، از شریک جدا شو، برو من یه جای دیگه رو برات اوکی کردم، برو اونجا خونه رو بگیر و شروع به کار کن. نمیشد دیگه، اصلا غیر منطقیه. خدا که با ما حرف نمیزنه، خدا با اتفاقات با ما حرف میزنه. و اون ورشکستگی حکم یک تلنگر و حکم یک لگد رو برای من داشت، چون اگر اون ورشکستگی اتفاق نمیافتاد من هیچ وقت الان اینجا نبودم، پشت میلای زندان بودم. و در واقع خدا یه لگد بهم زد با این ورشکستگی، برو پسر جان تو الان وقت نداری، الان اینجا دیگه جات نیست، باید بری یه جای دیگه ادامه زندگی تو انجام بدی. الان هم دقیقاً همونه. وقتی بهش فکر میکنم اذیت میشم، نه اینکه اذیت نشم، خدا وکیلی درد داره. اینکه هر روز گوشیت زنگ بخوره آقا این پول ما چی شد، اونم برای من. اینی که توی این همه سالی که کاسب بودم همه به اعتبارم قسم می‌خوردن، همه رو اسمم قسم می‌خوردن. الانم خدا رو شکر همینطوریه، خیلی‌ها بهم لطف دادن، ولی اون 5 6 نفری که بهشون بدهکارم خب اونم پولشون می‌خوان دیگه. مبالغ کمی نیست، 200 میلیون 500 میلیون 600 میلیون چک داشتم تو بازار، مبالغ کمی نیست. ولی خب شما حساب کن برای منی که 10 سال بوده داشتم با اعتبار توی بازار کاسبی می‌کردم، الان هر روز گوشیم زنگ می‌خوره آقا این پول ما چی شد، آقا چکت چی شد، آقا فلان چی شد. از این طرف ذهنم درگیر بدهی‌ها، از این طرف ذهنم درگیر اینجا، از این طرف شغلمو از دست دادم، ماشینمو از دست دادم، پولمو از دست دادم، پسندازمو از دست دادم، همه چیزمو از دست دادم. همه چیز که میگم لازم مالی، هر چی که داشتم از دست دادم. یعنی هر آنچه که الان دارم، این واقعیت دارم میگم، هر آنچه که الان دارم همون موجودی حساب بانکیمه، حالا 1000 تومنه یا 100,000 تومان یا 100 میلیونه. خلاصه که اینطوری گفتم یه توضیح بهتون بدم و ازتون یه تشکر ویژه بکنم. واقعا توی این شرایط بد اقتصادی و مملکت آدما دیگه از خودشون هم یادشون نمیاد. خیلی حرفه که یه سری میان دایرکت و ابراز علاقه و دلتنگی میکنن نسبت به من، میگن کجایی، بیا دلمون تنگ شده، بیا ببینیمت. من کلا از اول چیزایی که با پول نمیشد خرید رو خیلی بیشتر دوست داشتم. پولو خیلی دوست دارم، ولی چیزایی که با پول نمیشه بخرم رو بیشتر دوست دارم، مثل مرام، معرفت، رفاقت، انسانیت، اینجور چیزا رو خیلی بیشتر دوست دارم. حالا پولم بد نیست ولی اینا برام ارزشمندتره. گفتم بیام یه توضیح براتون بدم و بگم که داستان از این قراره. ما اینجا این همه هزینه کردیم، این همه خرج کردیم، بیا اینجا رو بهت نشون بدم. یه دقیقه تو آشپزخونه بریم بهتون نشون بدم. بیا بهت نشون بدم چه بلایی سر رستورانی که با کلی امید و انگیزه و عشق افتتاحش کردیم اومده، همه جاشو خاک گرفته. ولی زندگی همینه، پستی بلندی داره، بالا پایین داره. وقتی که روی قله هستی خیلی ذوق زده و خوشحال نباش، خودتو گم کنی. وقتی هم روی شیب پایین زندگیت هستی خیلی افسرده و ناراحت و غمگین نباش که خودتو ببازی. زندگی همینه، یک جاده بی انتهاست که فراز و نشیب‌های زیادی داره. باید اینو بپذیریم که ما تعیین نمی‌کنیم مسیر زندگیمون چجوری باشه. ما فقط میتونیم مقصد رو تعیین کنیم. تعیین می‌کنیم می‌خوایم بریم تهران. دیگه تعیین نمی‌کنیم که مسیری که می‌خوایم بریم تهران چجوری باشه. دستانداز داشته باشه یا نداشته باشه، آب و هواش خوب باشه یا نباشه، این قسمت از مسیر سرسبز باشه یا کویر باشه. اینا رو ما تعیین نمی‌کنیم. زندگی هم دقیقاً همینطوریه. وقتی یه مقصدی رو برای خودت تعیین می‌کنی، دیگه مسیرش با تو نیست، مسیرش با اون بالاییه. قطعاً حکمتی بوده، قطعاً باید این شرایط اتفاق می‌افتاده و اصلا من به دیدگاه اتفاق بد بهش نگاه نمی‌کنم، چون اصلا اتفاق بدی وجود نداره. مثل همون ورشکستگیه که اون زمان برام اتفاق افتاد، از نظرم اتفاق بد بود اون زمان، اما وقتی که آگاه شدم نسبت بهش فهمیدم اگه همون اتفاقی که بهش میگفتم بد برام رخ نمیداد، تمام اتفاقات خوبی که دوست داشتم برام رخ بده اتفاق نمیافتاد. الانم داستان همینه. درسته که این رستوران به مشکل خورد، 3-4 میلیارد هزینه کردم، پولمو از دست دادم، اما پولمو از دست دادم، سلامتیم هنوز هست، تجربیاتم هست و کلی چیز یاد گرفتم توی این مسیر. دوباره از اول میسازم، ان شاءالله که با کمک اون بالایی بتونیم یه زندگی خفن‌تر از قبلی بسازیم. دارم پله‌های ترقی رو یکی یکی طی می‌کنم. بچه‌ها یه چیزی هم در آخر این ویدیو بهتون بگم. من میدونید دیگه همیشه زندگیم یه حالت قمار داشته. حالا شاید کلمه قشنگی نباشه، اما من کلا با نشونه‌ها زندگی می‌کنم. یعنی هر چیزی که بهم الهام میشه همون کارو می‌کنم. این رستوران هم از تقریبا 1 سال پیش تقریبا بهم الهام شد و کلی نشونه بابتش دیدم که اومدم اینجا رو گرفتم. درسته همه چیمو از دست دادم، اما دلیل نمیشه که فکر کنم آخر خطه. چرا؟ چون اونجا بهتون توضیح دادم دیگه، مسیر رو ما تعیین نمی‌کنیم. من از خدای زندگی خوب خواستم، نشونه‌هایی به من داد که اومدم توی این مسیر و این رستوران رو گرفتم. اما الان که این اتفاق براش افتاده دلیل نداره که بگم اتفاق بده و دیگه پایان خطه. نه، مسیر این بوده. شاید قراره بعد از این یک اتفاق خیلی بمب‌تر و خفن‌تر برام رخ بده و همه اینا رو جبران کنه. مثل همون زمان که وقتی که از
جای شریکم جدا شدم اومدم بیرون، یه اتفاقی افتاد که تمام ضرر زیان‌های من جبران شد. من با نشونه‌ها زندگی می‌کنم، همچنان هم بهش ایمان دارم و عقیده دارم و اصلا هم ناراحت نیستم بابت این قضیه. میدونم که مسیری که برای من تعیین شده اون بالایی تعیین کرده و خودشم برام میچینه. خیلی مخلصم، دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.